اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خداوند تبارک و تعالی رو بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم به خاطر همه نعمت‌های خوبش. همه نعمت‌های خداوند خوب هست، چون خود خداوند خوب هست. هر نعمتی در عالم هستی وجود دارد صرفاً برای ما و شماست، برای غیر ما و شما نیست. پس خاطر جمع باشیم که هدف اصلی خداوند ما و شما هستیم، یا به تعبیر دیگر خداوند با ایجاد این همه نعمتها صرفاً توجه خاص و ویژه اش را نسبت به بندگانش اظهار داشته، ابراز داشته. ما هم با ارج نهادن به نعمتهای خدا توجه خودمون را نسبت به خالقمون و ربمون و معبودمون و رازقمون ابراز بداریم تا این توجهات دو طرف باشه. همه نعمتهای خداوند رشد، توان، توسعه، سلامت و سعادت آفرین است. محال است خداوند از چیزی به عنوان نعمت یاد بکند اون نعمت این خصوصیات رو نداشته باشه، این ویژگی ها رو نداشته باشه. تا چیزی مفید و رشد آفرین و توان آفرین و توسعه آفرین و سلامت آفرین و سعادت آفرین نباشد، خداوند اونو به عنوان یک نعمت تجویز نمی کند. همه نعمتهای خداوند رشد، توان، توسعه، سلامت و سعادت آفرین هست. چرا؟ چون خداوند بندگانش را دوست می دارد و کسی که کسی را دوست می دارد خواهان رشد و توسعه دوستش هست. چه دوستی خیرخواهتر و دوستدارتر از خداوند برای بندگانش. در خیرخواهی و دوستداری خداوند نسبت به خودمون شک نکنیم. شک یعنی سرد شدن در مقابل خداوندی که حرارت عشقش بندگانش رو احاطه کرده. چطوری بندگانی سرد بی تفاوت در مقابل خداوندی با این همه سوز و عشق و علاقه نسبت به بندگانش. تعادل به هم میخورد، سوز دو طرفه لازمه. شکی در دوستداری خداوند نداریم. خداوند در سوره بقره اعلام کرده، بعد از اعلام اقدام کرده. خداوند میفرمایند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الله ولی الذین آمنوا. این اعلام دوستی است، درسته؟ خودشو معرفی کرده به عنوان یک دوست، دوستی که نمیشه در دوستی شک کرد. شکی که وجود داره در دوستی خودمون نسبت به اللهه. در دوستی الله نسبت به خودمون شکی وجود نداره. الله ولی الذین آمنوا. الله خیرخواه و دوستدار بندگان مؤمنشان هست.
این اعلام دوستی است. حالا این اعلام در حد یک شعار و ادعاست یا اقدام عملی هم شده؟ آیه بعدش رو بخونید. بعد از اعلام اقدام، یخرجهم من الظلمات الی النور، مهلت نمیده. نشانه دوستیش که الله تلاش میکنه که دوستشو هر طوری که شده از تاریکی و ظلمت گناه به روشنایی و روشنایی معرفت و ایمان و تقوا و پاکی هدایت بکنه. یخرجهم من الظلمات الی النور، به سوی نور، روشنایی. شاید بگیم این هم دوباره یک ادعاست، ولی کل قرآن و سیرت پیامبران و سیرت رسول خدا صلی الله علیه و سلم و یاران با وفایش اگر ورق بزنیم میبینیم که همه حاکی از اینه. نه تنها خداوند اعلام کرده و شعار داده و ادعای دوستی کرده، بلکه برای رشد و توسعه دوستش از بهترین ها هزینه کرده. واقعا خداوند برای پایدار ماندن این دوستی و روابط حسنه بین خودش و عبدش واقعا هزینه کرده. این هزینه ها رو نادیده نگیریم. همه نعمت های خداوند شکر می‌طلبد. من همیشه تو مقدمات صحبتم این 5 تا مطلب رو میگم، ولی بعضی موقع یک سری تعبیرهای جدیدی بهش اضافه میکنم. باید این 5 تا مطلب در مقابل خداوند همیشه مد نظر باشه، در مقابل نعمتهای خداوند، چون تنها راه ارتباط ما با خداوند نعمتهای خداست. تا اگر یه تکه نون دیدی رو خاک افتاده، خم شدید، تکه خشک نون رو بلند کردید گذاشتید یه گوشه، تو با همین کارت با خدا ارتباط برقرار کردی. اگر نادیده گرفتی پا روش گذاشتید، ارتباط تو قطع کردید. یه تکه نون خشک. تنها کانال برای ارتباط با رب العالمین نعمتهای خداست. اگر به علم و دانش پرداختید تو با خدا ارتباط برقرار کردید، نپرداختید رابطه تو قطع کردید. همش از کانال نعمته. اگر به مال و اقتصاد و تجارت پرداختید، قدر مال و کسب و کاسبی رو، تلاش برای رزق و روزی فهمیدید، تو با خدا ارتباط برقرار کردید. اگر مال و اسراف و حیف و میل کردید، ارتباطت قطع شد. پس تعامل ما با نعمتهای خدا عین تعامل ما با خداست. خدا که پایین نمیاد دستش بگیریم، تو آغوشش بگیریم. ما باید بوسه بر نعمتهای خدا بزنیم، قدر نعمتهای خدا را بدونیم. تربیت فرزند نعمتی از نعمتهای خداست. فرزند، اگر این فرزند رو تربیت کردی، حفظ کردید، ارتباط تو با خدا قوی شد. پایمال کردید و همچنین پدر، مادر، دوست، همسر، شوهر، همسایه، استاد، شاگرد، مهمان، مسافر، مریض، فقیر، مسکین، یتیم، مدرسه. شایسته این عروسی ها اینه که اینجاها برگزار بشه، جایی که منشأ فرهنگ، علم، دانش، تعلیم و تربیته. همه نعمتهای خداوند شکر می‌طلبد. درباره شکر زیاد صحبت کردیم، هر چی صحبت کنیم کمه. کل خواسته خداوند از بندگانش شکره. کل قرآن و سنت
یعنی شکر. کل پیامبران و جهد و جهادشان و تعلیم و تربیتشان فقط تعلیم شکر بوده، قدر شناسی از خدا، تشکر از خدا، همش اینه. اعملوا آل داوود شکرا و قلیل من عبادی الشکور. یک سوال، آیا تشکر ما که خواست خدا هم هست خدا رو تقویت میکنه؟ جواب چیه؟ آیا تشکر ما از خدا که این همه خدا تأکید کرده بر شکر، آیا خدا رو تقویت میکنه؟ جواب چیه؟ نه. تشکر ما خدا رو تقویت نمیکنه. خداوند عوارض مثبت و منفی ما نه خدا رو تقویت میکنه نه چه کار میکنه، تضعیف میکنه. چون کمال خدا مرتبط به حرکت بندگانش نیست، یک کمال ذاتیه، یک قدرت ذاتیه، یک عظمت و بزرگی و کبریای ذاتیه. نه تشکر ما خدا رو توسعه میده، قوی تر میکنه، مسلط تر میکنه بر دنیا و آخرتش و اجرام و زمین و آسمان، و نه کفران ما و کفر ما خدا رو تضعیف میکنه، هیمنت خدا رو از مخلوقاتش کم میکنه. سوال بعدی، پس تشکر از خدا کی رو تقویت میکنه؟ نیاز کیست؟ آیا تشکر نیاز خداست که ما بندگان ضعیف بیایم نیاز خدا رو برآورده بکنیم؟ تو کی هستی که نیاز خدا رو برطرف بکنید؟ تو در دم و بازدم نیازمند خدا هستید. به نظر شما خدا هوا رو آلوده کرده یا ما که نفس تنگی پیدا کردیم؟ خدا دریا رو آلوده کرده یا ما که ماهی ها و مواد غذایی و پروتئینی دریامون مسموم شده؟ ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس. اینا همش آیات اعتقادی و باوری ماست. خدا دنبال آلودگی نیست، خداوند دنبال تقویت ماست. اگر شکری قرار داده در حقیقت رفع نیاز من و توست. ما با تشکر از خداوند نیاز خودمون رو برآورده میکنیم. ما با تشکر از خداوند خودمون رو تقویت میکنیم نه خدا رو. عامل مؤثر در تقویت، توسعه، برکت من و تو و خانواده من و تو و جامعه من و تو منوط و متوقف به تشکر از خداست و به تشکر از خلق خداست. فرقی نمیکنه. هر انسانی که قدر مردم هم میفهمه و قدر شناس خدمات مردم هم هست، همین مردم کمک میکنن که اون هی توسعه پیدا بکنه. و هر انسانی که تشکر از مردم هم نکرد، هی مردم کم کم مجال توسعه او رو تنگ میکنن، نمیذارن توسعه پیدا بکنه، چون انسان مؤدب و محترمی نیست. این یک چیز طبیعیه. اگر کسی به تو خدمت کرد بعد تو با بدی بهش جواب دادی که خدمت او سبب شد تو تقویت بشی، رشد پیدا بکنی، قوی بشی، اگر تشکرشو خدمتشو با تشکر جواب ندادید دیگه خدمت بد نمی کنه. خدمت که بد نکرد تنگ میشی، کوچک میشی. پس در حقیقت تشکر از خداوند نیاز من و توست، باید این نیاز مرتفع بشه.
و تشکر از خداوند برکت من و توست، باید این برکت ایجاد بشه و تنها راه ایجاد این برکت فقط شکره. و تشکر از خدا عامل توسعه من و توست و توسعه نیاز داریم، پس باید شکر خدا بکنیم. به این آیه توجه بکنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لئن شکرتم لازیدنکم. اگر شکر منو به جا آوردید شما رو توسعه میدم. لازیدنکم، زیاد میکنم، قوی میکنم، حمایت میکنم، توسعه میدم، برکت میدم، آفت رو دور میکنم، زمینی رشد رو فراهم میکنم، به جایی برسید که نتونید دیگه تحویل بگیرید. درها رو باز میکنم. لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. اگر اهل یک قریه، روستایی، دهی، شهری ایمان و تقوا داشته باشن، ایمان به خدا شکر خداست، تقوای خدا هم شکر خداست، این دوتا خصلت داشته باشن، من درهای، نگفته یک در، درهای برکات آسمان و زمین رو هر دوتا براشون باز میکنم. حالا تعویلش بگیر. پس شکر در حقیقت تقویت من و توست. جا داره تبریک من عرض بکنم خدمت برادر عزیزمون صالح اسلامی. اسم پدرش محمد عقیله، در حیات نیست که، خدا رحمتش بکنه، ولی وصیت ظاهرا کرده. جناب شیخ میگفتن که وصیت کرده که صالح عروسیشو اسلامی برگزار بکنه. تا قبل از رفتنش گفته اگر میتونید از این برادرتون هم دعوت بکنید، خدا رحمتش بکنه. تو عروسی داریم میگیم خدا رحمتش بکنه. تو عروسی به زنده ها توهین میکنن. تو عروسی های امروز کی یاد مرده میفته که بگه خدا رحمتش بکنه؟ همه مستن و سکران، همه میخوان شکم همه پاره بکنن، اگه تقوای هم دارن اونجا غارت بکنن. یه کسی یاد کسی میفته که پدرش فوت کرده، خدا رحمتش بکنه، خدا قبرشو باقی از باغهای بهشت قرار بده، حساب و کتاب بر اون آسان بکنه، پنجره از بهشت باز بکنه تو قبرش و قبرشو وسیع بکنه و روح و ریحان و جنت و نعیم از این بوی خوش بهشتی و نسیم خوش بهشتی بیاد تو قبرشو خوشبو و معطر و خوش هوا بکنه. تو عروسی داره براش دعا میشه. این وصیت این عزیزمون اینجا به من گفت، کنارم نشسته بود، به یاد پیامبران افتادم که علیهم السلام قبل از مردنشون اولاد و خانوادهشون رو جمع میکردن، میگفتن ما تعبدون من بعدی. قرآن هست دیگه، بعد از من چه کسی رو میپرستید؟ قالوا نعبد الهک و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و فلان. چقدر خوبه که پدر و مادر و بزرگتر قبل از رفتن وصیت بکنه بعد از من مرتد نشید، راه خدا رو در پیش بگیرید، گولتون نزنن، فریبتون ندن که آدم یک بار داماد میشه و یک بار عروس میشه و دوست داره فلان بشه و جشن و شادیه. و امروز هم که دیگه خیلی ها فکر میکنن روز عید و جشن و پایکوبی، بدون عروسی دارن موزیک میزنن و میرقصن. امروز ساعت 10 صبح من از توی ساختمانی پنجره باز کردم یک کمی هوا بخورم، دیدم ساعت 10 صبح چند تا کامپرسی نخاله، معذرت میخوام، یه جایی ریخته بودن، شهرداری آورده بود اونجا ریخته بود. یک دفعه پنجره که باز کردم 2 نفر نشستن تو گرم وسط همین نخاله ها، موتورشون هم پارک کردن، پیک میزنن.
از همون بالا یکی چون متوجه من شد اینطوری کرد، من خودم عقب کشیدم. چند دقیقه بعد نگاه کردم موتور نیست، رفتن. ساعت 10 صبح تو عروسی آخر الزمان، دعای مغفرت، رحمت، چقدر آدم نیاز داره. این پسر سبب شد که این جمع درود بر قبر پدرش بفرستن. حالا برید ساز بیارید تا ساز بزنه، برید ارگ بیارید، جاز بیارید. اول میگه مشروب، تا خوب کلش که گرم شد حالا میاد برات دعای خیر بکنه. وقتی سکران شد حالا منتظره که براش دعای خیر بکنه. عوض نکنید سرمایه هاتونو، نعمت هایی که خدا به شما داده عوض نکنید. اهل جزیره کی میخوان فرهنگ ازدواج جمعی رو عملی بکنن؟ ما منتظر شماییم. شما خیلی ادعا دارید، شما ادعاتون از سیریکی ها خیلی بیشتره. میگن هرچی ملا تو منطقه سیریک هست تو بناجلی درس خوندن و تو نمیدونم جزیره و پیش نمیدونم فلان و فلان و فلان درس خوندن. بعد از رمضان گذشته 24 تا داماد بوده، 2 هفته بعدش 14 تا، قبل از رمضان گذشته 7 تا، 8 فروردین 20 تا داماد دیگه آماده است تو گروک. 20 تا داماد الان آماده است، گفتن شاید تا 25 تا هم برسونیم. یک شب عروسی فردی دیگه نمیصرفه، وقت کمه. من دارم اعلام میکنم، نگید که فلانی نیامد. اینجا خیلی جاه. شما همه دامادید؟ شیخ ابراهیم که الان حاضر جواب میگه بله من دامادم. اینجا باید 20 تا داماد می‌نشست، کت شلوارش میپوشید میشه، یا لباس عربیش فرقی نمیکنه. بزرگ طایفه دست دامادش میگرفت اینجا میگذاشتش به ترتیب. چقدر خودتون لذت میبردید. 1 فروردین در گردار 24 تا داماده. از 6 تا 1-2 ماه پیش شروع شده، همینطور ثبت نام تا الان 24 داماد در گلدار. 1 فروردین کیه؟ یعنی که 2 روز دیگه، 3 روز دیگه. سبقت دارن میگیرن. انجمنها، این انجمنها دارن این کار میکنن. انجمنهای خیریه اعلام میکنن، فراخوان میزنن، ثبت نام 1 2 3 همجور اضافه میشن. تازه همه مال یه جا نیستن، ما روستاهای اطراف هم جمع میشن. امکانات جمع شدن در جزیره خیلی بیشتر از جاهای دیگه است، به شرطی که بزرگان بخوان. نگن الان عروسی اسلامی شد نشد، هرچی شد ما همونیم. من و تو چقدر نقش داریم تو شدن یا نشدن؟ من و تو باید نقش داشته باشیم تو شدن یا نشدن. پس تو خونه بنشین بگو حالا روزی رسید یا نرسید. پس چرا میری بازار؟ چرا صبح زود ماشین رو روشن میکنید توی خیابان ها داری میدوید منتظرید که نوروز برسه مهمون نوروزی رو جابجا بکنید، غافل از این که شاید 2000 تومان کرایه ازش بگیرید ولی یه فرهنگم به تزریق میکنه که تا آخر عمر دردت میگیره. 2000 تومان بهت میده ولی یه فرهنگی به تزریق میکنه و یه چیزی ازت میگیره که با 100 تا این 2000 تومان نمیشه جبران کرد. ولی ما دلمون خوشه که نوروز میاد 2 میلیون نفر میان، کاسبی خوبه برای 1 سال ده توشه جمع میکنیم. اینقدر باید فرهنگتو تقویت بکنید و خودتون رو واکسن بزنید و مسئولیت ایجاد بکنید برای خودتون و نسل جوانتون که اگر 2 میلیون مهمان نوروزی داشته باشید و هر کدوم با یه فرهنگی بیاد اینجا، مثل میخی که تو سنگی میخوای فرو بکنید یا تو آهن میخوای فرو بکنید یا تو فولاد میخوای بزنید،
میگن یکی از همین پابرهنه های که افتخار پیدا کرد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات بکنه، همین بدوی صحرانشینی که دنبال شتر میرفت، خواست خدا بود که همزمان با پیامبر صلی الله علیه وسلم بشه و بعثتش و شاهد نزول وحی و تحولات معنوی و انقلاب فکری و باوری در اونا ایجاد بکنه. نقل میکنن که یکی از همینا تو دعاش به خداوند میگه خدایا اگر قرار بود من در دنیا تو رو با این دوتا چشمم ببینم، بگن این خداست، نگاش کن اینه، یک ذره ایمانم از این که هست اضافه نمیشد، اصلا ایمانم اضافه نمیشد. یعنی اونقدر من نسبت به تو شناخت پیدا کردم که اگه با چشم سرم ببینمتم بازم اضافه تر نمیشه، همون که هست، شناخت کامله. و وقتی که اسلام و تربیت اسلامی رو مصعب ابن عمر تأثیر مثبت گذاشت و اونو متحول کرد، مادرش آمد ایستاد در مقابلش، گفت من مادرتم، یا من انتخاب بکن یا این محمدی که تو رو گمراه کرده. اگر رفتی پیش محمد دیگه دور من خط بکش، هر چیزی داری برات حرام، مال منه. خوشبوترین، معطرترین، شیک‌پوشترین، منعمترین جوان قریش علی الاطلاق مصعب ابن عمر بود. این نگاه مملو از محبت و خیرخواهی تو چشم مادرش کرد، میخواست که ملحق بشه، میخواست بره به مدینه یثرب. بعد گفت که مادر من که میرم، نگاه ها عاطفی شد مادرش، گفت مادر من که میرم. هنوز این کلمه رو نگفته بود که دست مادر بلند شد که یک سیلی محکم بخوابانه تو صورت پسرش، من مادرتم. ولی اونقدر نگاه محبت آمیز و صمیمانه و خیرخواهانه و خالصانه بود که دستش همینطور گفت ولی مادر یه خواهش دارم که بیا هر دوتا با هم بریم، بیا با هم بریم پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم، کاری نکن که من تنها برم. والله لن اترک دین محمد. پذیرفتن. ما باید احساس مسئولیت بکنیم تا جامعه ما رشد و توسعه پیدا بکنه و توانمند بشه و مسئول بشه. کافی نیست یک عده‌ای فقط در جامعه ما احساس مسئولیت بکنن، همه باید احساس مسئولیت بکنن. اگر ما بیایم شما نیاید فایده نداره، اگر عالم بیاد تاجر نیاد فایده نداره، اگر تاجر بیاد مسئول نیاد فایده نداره، اگر پدر بیاد مادر نیاد، اگر زن بیاد مرد نیاد، اگر پدر و مادر بیان اولاد نیاد، همه با هم. برادرمون سعدی یه چیز جالبی اشاره کرد، گفت این جمعی که سرود میخونن، اناشید میخونن، هر کدومشون مال یه جایی هستن. راست هم میگفت. قشمی، لافتی، سروئی، جاهای دیگه، همه. چقدر خوبه که تو همه زمینه ها با هم باشیم، کمک هم بکنیم برای توسعه جامعه خودمون. یک نکته بگم شاید برای خیلی هم قابل هضم نباشه. اگر شخصی از من و شما روزه و شب و روز 1000 رکعت نماز بخونه، بازم در چشم خدا بزرگ نمیشه. شب و روز 1000 رکعت نماز. اگر یک روز در میان روزه حضرت داوود علیه السلام هم بگیره، بازم در نظر خدا بزرگ نمیشه. اگر روز 5 جز قرآن هم تلاوت بکنه، بازم در نظر خدا بزرگ نمیشه و توسعه پیدا نمیکنه.
چون 1000 رکعت نمازش، روزش، تلاوتش فقط برای شخص خودشه. هر انسانی فقط نیتش خودش باشه این بزرگ نمیشه. این روز به روز با همه عبادتهاش کوچکتر میشه. این خدایی نشده هنوز. شاید تعجب بکنی روز شب 1000 رکعت داره نماز میخونه، چطوری خدایی نشده؟ اگر این خدایی نیست پس کی خداییه؟ چون این فقط نمازشو برای خودش میخواد، چیز خوب فقط برای خودش، و این به فکر توسعه نیست در جامعه. ولی خداوند به فکر توسعه در بندگانش هست. بندگان توسعه طلب، اونهایی که دنبال اینن که جامعه بشری و اسلامی و انسانی رو توسعه بدن. اما اگر یک قدم کوچک برای خلق خدا بردارید، این اولین قدم برای بزرگیته و حالا تو شدی خدایی و ربانی. چرا؟ چون خدا خیرخواه بندگانشه و بندی رو با دید بزرگی بهش نگاه میکنه که علاوه بر مسائل شخصی خودش و عبادتهای شخصیش، قدمهایی برای بندگان خدا برمیداره. و هرچی این قدمها بیشتر باشه برای بندگان خدا، روز به روز هم در نظر خلق خدا و هم در نظر خدا تو بزرگتر میشی و توسعه پذیرتر میشی. 1000 رکعت نماز برای خودت به اندازه یک قدم برای بندگان خدا نیست. قاطی نکنید. کنتم خیر امت اخرجت للناس. خیر امت شدن برای خروج در راه خداست، برای خدمت به خلق خداست. خیرکم من تعلم القرآن و علمه. این خیریت برای تعلیم دیگرانه. اگر به یک نفر پرداختید، تو به اندازه یک نفر نزد خدا بزرگ شدید. اگر به 2 نفر پرداختی، به اندازه 2 نفر. اگر به یک شهر پرداختی، به اندازه یک شهر بزرگ شدید. اگر به اندازه یک جامعه، یک استان، یک کشور، اگر به اندازه بشریت فکر کردید و قدم برداشتید و دعا کردید، به اندازه تک تک این انسان ها بزرگ خواهید شد. و این آیه در حق شما صدق میکنه. و رفعنا لک ذکرک، نام تو رو بلند کردیم. بعضی انسان ها خیلی بزرگ شدن، بزرگتر از زمین و آسمان در نظر خداوند. تو بضاعت مالی و زندگیشون هم خیلی ساده بودن. کسی فکر نمی‌کرد که اینقدر بزرگ بشن. میگم امام بخاری محمد ابن اسماعیل با یتیمی بزرگ شده توسط مادرش. بچه بود، به سن بلوغ نرسیده بود که پدرش فوت کرد. مادرش دست این بچه رو گرفت برد به بلاد حرمین. یک زن، اونم نه امروز که با هواپیما سوار بشه بلیط بگیره 2 ساعت بره اونجا خطری اونو تهدید نکنه. اون روز که رسیدن به حرمین از بخارا و سمنقند شاید 6 ماه طول میکشیده. تو این بیابان برهود با این راهزنا و قافله و طوفانای شن و قحطی و همه خطرهایی که اونا رو تهدید میکرد، یک زن دست صغیرش میگیره. در به در فقط آدرس دادن که تو حرمین اونجا کل علما جمع میشن، خصوصا چه مسجد الحرام از انحاء عالم اسلامی. تو دلش انداخته خدا که این بچه رو ببرم اونجا که از محضر علمای جهان اسلامی که اونجا هستن استفاده بکنه. این مادر چقدر به فکر توسعه است. یک مادری که بچه رو با یتیمی بزرگ کرده الان میشه امیر المؤمنین در حدیث. بالاتر از بخاری دارید؟ یک یتیم. ما به فکر بزرگ شدن نبودیم، همش به فکر کوچیکی خودمونیم، همش به فکر کوچیکی فرزندانمونیم. به کارتون پفک خریدیم و کتاب گذاشتیم تو چه؟ زیر تخت بچه ها بخورن پفک بشن. باور بکنی به کارتون از آدامسش گرفته و شکلاتش گرفته و نمیدونم فلانش گرفته و پفکش گرفته و چیپسش گرفته و این به فکر بزرگیشه. یک کتاب تو خونه نیست، یک کتاب. سیدی های مبتذل تا دلت بخواد از آهنگ های مبتذل، از هندی و ترکی و نمیدونم عربیش و
انگلیسیشو که میفهمه و نمیفهمه. یک CD سخنرانی مثلا یک عالمی که در اون تحول ایجاد بکنه تو خانواده نیست. یک مادر بچه یتیم و دستش میگیره، مادر بریم بلاد حرمین، اونجا در محضر علما زانو بزنید. یه شبی همین محمد ابن اسماعیل این نوجوان در خواب دید که دو زانو جلو رسول الله صلی الله علیه وسلم نشسته، زانو زده، یک بادزنی دستشه، مگس معذرت میخوام میشنه رو صورت مبارک، این با بادزن دور میکنه. یک دفعه از خواب پرید که نه رسول الله هست صلی الله علیه وسلم، نه مگسی نه بادزنی. رفت پیش استادش، گفت جناب شیخ همچین خوابی تعبیرش چیه؟ استاد گفت که تو احادیث دروغینی که به پیامبر چسباندن، تو احادیث دروغ دفع میکنید. این مگس تعبیر احادیث دروغه و این بادزن علم حدیثه که تو دنبالشید، میری دنبالش، عالم میشید. میگه همت در من بلند شد، تعبیر خواب. میگه رفتم دنبال علم حدیث، جمع‌آوری صحیح ترین احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و کسانی که دروغ گفته بودن پشت سر رسول الله همه رو چرت کردم، احادیث صحیح رو جمع کردم. بعد میگفت که برای هر حدیثی که بنویسم بعد از سفرهای طولانی با چارپا و سختی ها و مشکلات، اگر یک حدیث به دست می آورد با اون شروط سختش، اول 2 رکعت نماز استخاره وضو میگیره برای هر حدیثی که بنویسه بعد از صحتش. به صحت رسیده نزدش ولی بازم جرئت نمیکنه بنویسه. میگه 2 رکعت اول وضو میگرفتم برای هر حدیث، برای هر حدیث 2 رکعت سنت استخاره، برای هر حدیث دعا. اگر نزدیک 7000 حدیث تو بخاری باشه، این جوان 7000 بار وضو گرفته، 14000 رکعت نماز خوانده، 7000 بار دعا کرده که این حدیث بنویسم یا ننویسم. شایسته است که این جوان و این کتاب صحیح ترین کتاب در امت اسلامی باشه بعد از کلام خدا قرآن. این آقا عرب بوده، این آقا سرمایه‌دار و میلیونر بوده، یه بچه یتیمی که مادرش تو فکرش بوده. مال خودمون میگه خسب که هست، خسب روبن، بخندید. بعد میفهمی که زیر پاتون خالی میشه. و نمره کیلویی، نمره اگر نیاورد طول میده. معلم خواهش 100,000 تومان بگی سرش هم بزن، کسی هم نفهمه، یک کاریش بکن، هر طوری شده. معلم هم سر کلاس بعضی موقع خبرها به ما میرسه، جزیرتی مسکین، حالا من لیسانس گرفتم به کجا رسیدم، نگاه به من بکنید، ما 200,000 تومان دبی در کنارتون، این قایق، این جنس، منطقه آزاد، خودتون رو خسته کردید درس بخونی؟ نمیدونم روزیتون مسموم کردن که اینطوری شدین. اهل جزیره که اینطور نبودن، آب باران پاک خوردن. نمیدونم کار کیه، از ماست که بر ماست. یعنی شما فکر میکنی با چند تا جاشو شغل 80% این منطقه جاشوان، 80% سیادن، یا جاشو، حالا جاشو لنج نمیدونم فلان جا سیادی. کمبود جاشو نداریم، کمبود سیاد نداریم، کمبود عالم داریم. عالمی که عالم دین باشه و عالمی که مؤمن باشه، عالم دنیا باشه، اشکال نداره، مؤمن باشه عالم دنیا هم باشه. من خواهش میکنم حتی تو تعطیلات نوروز و تو تعطیلات تابستونم بچت که دبیرستان یا راهنمایی، بابا الان تعطیل مدرسه، بیا کمکم کن سر مغازه. باور بکنید اگر تو همین 4 ماه یه 500,000 تومان پول تو دستش آمد، نیتش و همتش رو فاسد میکنه. دیگه اول مهر سخته براش بره تو کلاس بنشینه.
تو 2 ماه 500,000 تومان. سنش به 5,000 تومان هم نمیرسه. تو 2 ماه 500,000 تومان مال خودش، جست هم میگیره. تا 500,000 تومان دست آمد تنها کاری که میکنه یه موتورسیکلت میخره، مال خودمه. تابستان بفرستید کلاس تقویتی، دروس پایه. کسانی هستن که شما رو راهنمایی بکنن. دروس پایه چیه؟ ما چند تا پزشک از جزیره داریم، ما بهشون افتخار میکنیم، باور بکنیم. یکی دکتر هاشمیه، یکی دکتر ناظمیه، باور بکنیم بهشون افتخار میکنیم. یه هرچی مریض فقیر هست شیخ بفرستی، یه نامه فقط بنویسی این فقیره. بعضی موقع من میرم تو مطبشون در قفل میکنه، ببخشید شیخ وقتت هم گرفتم، یه 2 سال شرعی هست، وقت هست، مریضان پشت درم، من خود دیگه بیکار نمیشیم، تو همین فاصله فرصت استفاده بکنیم. دکتر بلوکی پزشک نمونه استان هر سال شناخته میشه تو انجمن خیریه و خدمات اجتماعی اهل سنت بندر عباس. دکتر سید علی بنی هاشمی، دکتر حسام بنی هاشمی، فوق تخصص چشم سید علی. دکتر صالحی پور، مریض اگر 1 میلیون هزینه شه با 100 تومن سرتایش من نمیخوام. تو شیعه و سنی هستم شخصیت. قبلا هم گفتم ما یک پزشکی داشتیم تو سورو، دکتر احمد کاکاوان، شمالی بود. به خالاشه گفته بود از کلاس حفظ و انجمن روز 5-6 تا مریض بفرستید که مفتیه، فقط یادداشت بدید این از طرف شماست. آقای دکتر تو اینجا کرایه مطب دارید، هزینه دارید، منشی دارید، فلان، خب یه چیزی باید تهش بمونه برات. گفت وصیت مادر بزرگمه. مادر بزرگم نه مادرم، مادر بزرگم بهم گفت پسرم اگه پزشک شدی 1000 تا مریض هدیه مال منه. من مادر بزرگم حق دارم بگردم 1000 تا مریض مال منه. مفتی میگفت من هنوز بدهکاری مادر بزرگم میدم که مادرمه. 1000 تا مریض هنوز سهم مادر بزرگم تمام نشده. منتی سر فقیر نیست، من هنوز دارم حق مادر بزرگم ادا میکنم. اگر طبع تجارتم دارید برو تو بازار، ولی نه اینکه بازار رو قبضه خودت بکنی انحصاری. اگر واقعا طبع تجارت داری برو تو بازار، یه 50 نفرم ببر، هنر تجارت یادشون بده، سرمایهشون بهشون بده، مستقلشون کن. نه اینکه طرف الان 30 ساله پیش طرف داره کار میکنه، هنوز همون کارگر، بعد از 30 سال هنوز کارگر ساده است. این تاجر حسوده، بخیله. نمیخواد که تجار مسلمان اگر 30 سال پیش 100 نفر بودن بعد از 30 سال 30,000 نفر باشن. کدومی که بهتره؟ بعد از 30 سال ما 30,000 تاجر قوی داشته باشیم که همه کارگرهایی که 30 سال پیش رفتن پیش یک اربابی الان همه مستقل شدن، تاجر شدن، یا بعد از 30 سال هنوز همان نوکر و کارگره. باید این فکر توسعه پیدا بکنه. طرف تاجر فکر میکنه که اگر یه سرمایه یا این تا هنر تجارت یادش دادم از من جدا شد، میره بغلم خودش یک مجتمع تجاری میزنه، رزق منو کم میکنه. اونقدر روزی هست، اونقدر توسعه در رزق هست که به اندازه وسعت دل توسعه در رزق هست. اگه 1000 تا چه پوشاک فروشی کنار هم باشه، روزی هر کدوم دست خداست. نترسیم. اون قدر که ما از این تعطیلات میترسیم از هیچی نمیترسیم، باور بکنید. الان 1 ماه تعطیله، یعنی رابطه فرزندان با علم قطع شد. هنوز تعطیل نشده، معلم‌ها تعطیل کردن رفتن، به شاگردان میگن اگه خواستی خب بیاید، اگه نخواستن نیاید. یا مدیر میگه خب معلم نیست، اگه دلتون میخواد بیایید. امروز پسر من رفته ساعت 9 برگشته. تو زود برگشته بابا. نه گفتم برید دیگه، معلم نیست، درس تعطیله، حالا درس دیگه نیست. 1 ماه اینجا، 20 روزم تو دهه فجر رو نمیدونم فلان.
و 10 روز و 15 روز هم تقلق تو محرم تموم شد، سال رفت. در صورتی که تعطیلی یک فرصته. وقتی میگن روز جمعه در امت اسلامی تعطیله، که روز جمعه طول هفته رو چه زیر نظرش بیاره. شما میدونی که سنت در نماز صبح روز جمعه در رکعت اول سوره سجده خونده بشه و در رکعت دوم سوره دهر خونده بشه. فکر نکنید تعطیل سجده تعطیل، نماز تعطیل، علم تعطیل، تقوا تعطیل، جلسات خوب تعطیل. نماز صبح روز جمعه سنت اینه که تو رکعت اول سوره سجده خونده بشه و تو نماز سجده بکنن دوباره، غیر از سجده خود نماز، سجده تلاوت. که اول روز جمعه بگه تو از سجده فاصله نگیر، سجده هات باید اضافه بکنی تو روز جمعه. و یک بازنگری در طول هفته داشته باشه تو روز جمعه، که این 5 روز 6 روزی که گذشت چطوری گذشت، تو این جمعه جبرانش بکنید. یک ساعتی هست که بعضی علما گفتن اون لحظه بین جلسه استراحت خطیب روی منبره، بعضی هم گفتن بعد از نماز عصر تا مغربه، ساعت اجابته. بعد از نماز عصر که الان می‌نشینه که ساعت اجابته. هر کسی خانم داره همسرشو گذاشته پشت ترک موتورش کنار ساحل، ساعت اجابته. و هر کسی هم نامزاد داره گذاشته پشت ترکش. شبهای جمعه و روزهای جمعه برای تفریح. چه تفریح؟ شب جمعه بعد از ظهر پنجشنبه که شد فلاکسشون و نمیدونم فلانشون بریم کوه گنو. کی برمیگردن؟ غروب روز جمعه. در نماز جمعه نه چیزی. تو تعطیلات نوروز که دیگه وقت بهار میشه، امسال که بهار نیست دیگه، مردم تو بعضی مناطق میرن 1 هفته تو صحرا خیمه میزنن، هر کسی یک گیتاری و یکی ارگی و یکی سنتوری و یکی عودی و یکی جفتی و تو این صحرا، نه اذانی و 1 هفته و نه نماز جماعتی و نه برنامه‌ای و همه چی تعطیل. نوروز دیگه، خوش باش. بعضی هم دیگه توی این تعطیلات تو تلویزیون میبینن که آتشی روشن کردن، از رو آتش میپرن و جوانام حماسی میشن، حالا نمیدونن که چیه، که آتشی بزنن خودمون بپریم. و 13 بدر هم که شد فکر میکنید که تو یک شهر ارواحید، همه باید برن بیرون. سال گذشته 24 کشته تصادفات در کشور بوده، 24,000. اما قطع نخایی ها و معلولین و اونایی که چشمی و دستی و پای از دست دادن، خب دیگه نمیدونم 300-400 هزار هرچی باشه. 24,000 فقط کشته تصادفات که بیشترینش تو نوروز بوده. هر چیز باید یک ضوابطی داشته باشه. از صبح باید خوب دقت بکنید، از صبح جمعه همجور که سوره سجده خونده آمده، حالا دنبال ناخناشه که کوتاه بکنه، دنبال غسله، دنبال لباسش رو تو بکنه، آتکلون به لباسش بزنه، وضو بگیره، غسل بزنه، خودشو پاک بکنه، موهای زاید بدنشو، میدونم فلانشو، آماده. 1 ساعت قبل از نماز میره مسجد سوره کهف میخونه. سوره کهفی که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده هر کسی در هر جمعه، شب جمعه، روز جمعه سوره کهف بخونه، به معنیش پی ببره، بهش عمل بکنه، به معتقداتش، به محتواش و مسائل اعتقادیش اعتقاد داشته باشه، بین 2 جمعه او نورانی میکنه، میدرخشونه، همجور روشن میکنه. هنوز نورش کم نشده، پنجشنبه که جمعه دوم رسید دوباره سوره کهف، همجور جمعه ها رو به هم وصل میکنه، طول سالش نورانی میشه، میدرخشه. میره نماز جمعه، مشکلات روزشون و هفتهشون اونجا خطیب مطرح میکنه، احساس مسئولیتش میره بالا. 2 تا عید داریم، عید فطر و عید قربان. عید فطر بعد از 1 ماه روزه، عید قربان بعد از رکن دوم اسلام حج. عید فطر رو با چه چیزی جشن میگیریم؟
رحم الله عبدا ذكر الله فكبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد ولله الحمد. الله اکبر. جشن ما، عید ما دوباره با یک عبادت دیگه هست. همجور کوچه ها رو تکبیر باران میکنه، تنین توحیدی میندازه، این فضا رو توحیدی میکنه. الله اکبر. کل فضا رو توحیدی میکنه و سنته که اگر از کوچه رفتید بازگشت از ایدگاه از کوچه دیگه باشه تا این تکبیرها تو کل کوچه ها پخش بشه. دوباره با نماز عید و دوباره دید و بازدید، توصیه به حق و توصیه به صبر روز عید. تا گفتن تعطیلات نوروز همه چی تعطیل. بچه میگه اخ جون کتاب پرد. شما دیدی کسی توی یک ماه تعطیلات نوروز مطالعه بکنه؟ خیلی کمه. بگی این فرصتیه. 2 میلیون مسافر میان تو شهر شما. بچه هاتون تو بغل بگیرید، به زمین نذارید. تا به زمین گذاشته یه نفر بلندش میکنه. من یه چیزایی میدونم که شما نمیدونید، ولی نمیتونم بگم. جلو به مهمان نوروزی نمیتونی بگیرید، میاد. ولی بچه هامون رو باید تقویت بکنیم از نظر ایمانی، از نظر اخلاقی، از نظر تقوا، که آسیب نبینن، گم نشن، ولو نشن. بیشتر توجه بکنیم به درس. خداوند در سوره انشراح میفرمایند ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب. شاداماد اینجاست؟ شاداماد آمده؟ ما منتظر شادامادیم. اگر آمده بیاد بالا. میگه هر همراه هر سختی آسانی است. بعد به این 3 آیه توجه بکنید. همراه هر سختی آسانی است. پس از آسانی تولید نمیشه، از آسایش تولید نمیشه، از سختی آسایش تولید میشه. پس خودتون رو طوری تربیت بکنید که تحمل سختی بکنید. دوم، فاذا فرغت فانصب. اینو داشته باشید. خداوند میگه اگر از یک کار خیری فارغ شدید، فاذا فرغت، تمام کردید، بلافاصله یک کار خیری دیگه شروع بکن و استقامت بکن. فانصب. فاذا فرغت فانصب. یک کار خیری تمام کردید، بلافاصله یک کار دیگه شروع بکن. فانصب. و سختی. همیشه مشتاق به بازگشت به سوی ربت باش که همیشه با روسفیدی تو زندگی به سوی پروردگارت بر بگردید. و از خداوند توفیق بطلب و از خداوند همراهی بطلب و از خداوند دوستی برای فرزندانت. خدایا تو دوست فرزندان من بشو، خدایا تو دستشون بگیر. دعای سفر بلدید؟ اولش چقدر زیباست. اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. تو مسافرت که آدم میره، خصوصا اگه 4 تا جوان با ماشین خوبم میرن، دیگه تفریح دیگه. آدم یه کمی احساس به تدینش کم میشه. یه حالت آزادی، انطلاق از قید و بند. ما خب بریم تفریح بکنیم. ملا همراهمون نیارید. ملا همراهمون نیاری که سر نمازو ما میخوایم بریم شمال شاد باشیم. بابا شاد شدن یعنی چی؟
یعنی دعای سفر چقدر زیباست. اللهم انت الصاحب فی السفر والخلیفة فی الاهل. خدایا تو صاحب مایی تو سفر، تو هم سفر مایی، اگر تو همراه ما باشید ما محفوظ برمیگردیم. و بعد به خدا پناه میبره که یه وقتی از مسافرت بر بگرده والخلیفة فی الاهل، و تو جانشین منی، تو اهلم، عیالم، اولادم تحویل تو دادم، من دارم میرم، خدا تو حافظشون باش. و بعد به خدا پناه میبره از سوء منقلب. یه وقتی بر بگرده بهش خبر بدم که بچت پسرت تو خانه خلوت با یک فلانی گرفتن، تو یک باندی که مشروب میخوردن، دختر آورده بودن، زن آورده بودن، دستگیر کردن بردن. این بهش میگن سوء منقلب. برگشت یک دفعه خبرش دادن که انبار نمیدونم فلان سوخت، آتش گرفت. دوستان تعریف میکردن که یک پسر دانشگاهی خیلی با استعداد نابغه بوده، یه روز پدرش میدونم لنگ بوده، دهاتی بوده، یه لنگ هم دور سرش بوده، رفته در دانشگاه، آرش آمده که به دوستانش بگه این پدر منه، خجالت کشیده بگه این پدر منه. بعضی موقع آدم خجالت میکشه که بگه خدا همراه منه. باور کنیدم ملا نیاره وگر خود که دیگه خدا به ما بزن. هست یا نیست؟ همین پدری که قطره قطره جمع کرده از شکمش زده که این آقا بره دانشگاه کلاس پیدا بکنه، چون پدرش قدیمی ریشی داره و عمامه‌ای و لنگی و پاش معلوله و اگه پای پدرت معلوله نخواسته که تو معلول بشید، معلول فکری و ذهنی بشید، بی سواد بمونید. بگو پدر منه، این پدر منه، منو به دانشگاه رسونده. بگو هذا من فضل ربی، هر چی دارم از اون دارم، این از فضل رب منه، نگو از بازو منه، از تفکر اقتصادی منه. من دکترای اقتصاد دارم. فرعون دکترای چه داشت؟ وقتی گفتی من دکترای فلان دارم، قدرت فلان دارم، فلان دارم، خدا رو نادیده گرفتید، دیگه مشکل درست میشه. برای همه شما آرزوی موفقیت میکنم. خیلی حوصله کردید، اساتیدی که در جمع هستن، خداوند به همه شما جزای خیر عنایت بفرمایند. برای منم و خانواده من و اولاد من دعای خیر بکنید، شاید به برکت دعای خیر شما هدایت بشن و خدمتگزار بندگان خدا و اولاد شما بشن. و برای همتون آرزوی خاتمه به خیری میکنم در همه امورات زندگی. و ظاهرا شیرینی هم تدارک دیدن، شیرین کام دنیا و آخرت باشید. برای شاداماد و همسر محترمشونم آرزوی موفقیت، سربلندی، توسعه همه جانبه در تمامی شؤونات زندگیشون از خداوند کریم و منان خواهانیم. و ثمره این ازدواج پاک عفت و رضای خدا و اولاد سالم و صالح و مصلح باشد. خداوند همه فرزندان ما را به راه راست هدایت بکنه، ما و فرزندانمون و خانوادهمون رو خاتمه به خیر بکنه. جوانایی که موفق نشدن ازدواج بکنن، اسباب ازدواجشون رو خداوند فراهم بکنه و توفیق بده به پدر و مادر که اسباب ازدواج رو آسان بگیرن و کمک بکنن به ازدواج جوانان. خداوند زندگی آبرومندانه و مرگ روسفیدی و شهادت در راه خودش عنایت بفرمایند. خداوند زیارت حرمین شریفین رو در جوانی نصیب بفرمایند. توبه نصوح در جوانی و در اولین فرصت عنایت بفرمایند. با هم زمزمه بکنیم: نستغفرک اللهم من جمیع الذنوب والخطایا و نتوب الیک. نستغفرک اللهم من جمیع الذنوب والخطایا و نتوب الیک. و خداوند ما و شما را در راه خودش قبول بفرمایند و بندگان صالح و خدمتگزار بندگان خالص خدا قرار بدهند.
جزاكم الله خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. دست همدیگه بگیرید، همدیگه رو حلال بکنید. یه لبخندم به همدیگه هدیه بدید. دست بچه‌ها این کوچیکو بگیرید. بچه‌ها دست هم بگیرید.